از شکست در الکلاسیکو تا اخراج ژاوی آلونسو، تصمیمات احمقانه و اشتباه بابا پرس، مدیران و دار دسته اش. ژاوی آلونسو در حال بر رئال مادرید آمد که دیگر مرکز تیم آن مهره‌های اصلیش را در اختیار نداشت. نه خبری از کروس و نه هم از مودریچ بود. ژاوی آلونسو از سران باشگاه درخواست خرید یکی از بازیکنان خلاق و توپ پخش کن مثل مک آلیستار، زوبیمنده و یا هم ویتینیا را کرد. باشگاه به ژاوی آلونسو تن نداد، بلکه برعکس علیه وی استاد شد. مدیریت و بازیکنان یکی یکی در کنار هم استاد شدند و علیه ژاوی آلونسو مقابله کردند. نه خبری از عملی کردن تفکرات و برنامه‌های ژاوی آلونسو بود و نه هم خبری از شجاعت و غیرت بازیکنان. تا ای که موضوع در سرحد اخراج بکشد و ژاوی آلونسو را اخراج بکنند. حالا با آمدن آربلوا چی دردی را دوا خواهند کرد؟